خب دوستان، یه اسکن دیگه از دستگاه پروتونیک را با همدیگه بررسی میکنیم. این اسکن با دستگاه پروتون 4 سنسور شرکت آسوا گرفته شده و دستگاه تونسته 3 فلز ارزشمند درون یک سازی منظم را برای ما آشکارسازی بکنه که هر کدوم از این فلزات درون یک چیدمان منظم قرار دارند و حتی این کار زیرسازی شده هم هست. با توجه به شکل فلزات و نحوه درگیری با خاک ما قطعاً 0 حجم فلز ارزشمند را داریم. در قسمت مثبت دستگاه کد 1900 برای ما گرفته و در قسمت منفی ما کد منهای 630 را داریم. البته دستگاه تونسته در این قسمت هم یک سری تغییرات را برای ما سنس بکنه که حتما اینا هم باید بررسی بشه، ولی در کل با توجه به شکل و ساختار فلزات و سازه‌ای که اطراف این فلز ایجاد شده ما قطعا با یک کار تعریف شده و با ارزش روبرو هستیم. دوستانی که اسکن‌های خوب با دستگاه پروتونلیک میگیرن میتونن اسکن‌هاشون رو از طریق واتساپ شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.